من این دیپلم در المپیاد خوانندگان مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه اوید به شهمات گرفتم. انا این دیپلم را باشد من در شهر قرقیزستان گرفتم و در سزاوار جای اول گشتم بین دختران و خیلی خوشحال شدم. همه این مدال و افتخارنامه و جام‌ها را صبرینا در مسابقه‌های داخل و خارجی کشور اوید به شهمات به دست آورده است. این شطرنج‌باز 12 ساله اخیراً از یک مسابقه سطح جهانی میان نورسان با مدال طلا برگشت. پنجمین بازی‌های جهانی نورسان اوید به شهمات هفته گذشته در روسیه با شرکت شطرنج‌بازان 57 کشور دنیا برگزار شد. 11 رقیب داشتم. از همه رقیب سخت‌ترین من این امان و امیده می باشد از شهر تاشکند جمهوری ازبکستان. من با او مساوی بازی کردم. او چند کرته چمپیون جهان می باشد. من خیلی خرسند هستم که جای اول را اشغال کردم. صبرینا در محیط شطرنج بازان به وای رسیده است. در خانه آنها خرد و بزرگ این نمودی بازی را از خود کردند. در عائله‌شان استادان ورزش و قهرمان‌های تاجیکستان هم هستند. الفبای این شهمات را به من پدرم آموخت و بعد از آن به اولوخوجای و زیبا معلمم داد و بعد از آن به معلمم قابلف امین. اول من در یک سال شهمات را از خود کردم. بعد از آن بعد از چند سالش تاکتیک شهمات را نوزیکی‌های شهمات را از خود کردم. زنیم میزنی میزند. رستم ابراروف میگوید از سن خردسالی دخترش پی میبرد که او از دیگران فرق دارد. زمانی که صبرینا 8 ساله شد الفبای شهمات را به او آموخت. وقتی که ما با اویله‌مون در داخل اویله مسابقه‌ای تشکیل میکردیم شهمات رو بازی میکردیم فرزندم در یکم سن میخواند. من میدیدم که او توجهی زیاد به شهمات دارد و با خود یک مقصد گذاشتم که بیا دختر نباید از پسر یگان کمبودی داشته باشد و با خود یک مقصد گذاشتم که با صبرینا شیشته اوید به شهمات یک تمرین کنم و او رو بسنجم. رستم خود مربی شهمات است. میگوید قبلا دخترش خواهش نموده بود که برایش یک مربی پیدا کند که سطح کسبیتش بلندتر باشد. همچون هم پدر همچون استاد سویه و لایقتی خودی من با تمرین کنی فرزندم حال حاضر وقتهای اخیر نمیرسد. برای همین هم یک سال اخیر است که با فرزندم международный мастер با گفتی با قول روس‌ها международный мастер قابیلوف امین درس میدهد. صبرینا میگوید سری کامیابیش در شطرنج بازی از هدف رقیب با خبر شدن است. تا 15 گشت را پیش بینی میکند. چند اصول به زودی مات کردن حریف را هم به ما آموخت. فرض کردیم F3 E5 G4 فرض 4 مات. این از همه تسترین مات در شهمات می باشد. من هم با صبرینا یک دست بازی کردم. بازی با او مشکل است. هر گشت را پی میبرد و بر مقابلت گشت های جالبی میکند. من که در بازی شهمات بعضم با دوستانم غالب می آیم، در مقابل صبرینا توانستم همگی 6 دقیقه ایستادگی کنم. صبرینا ابرارова خواننده صنف ششم لیسه‌ای رقم 55 پایتخت است. مشغول شدن به این نمودی ورزش برای تیار نمودن درس‌هایش خصوصا درس ریاضی با او کمک می‌کند. مثلا در فنی متماتیکا کمک می‌رساند که بسیار تیز فکر کنیم. این ورزشگر 3 کرات چمپیونی تاجیکستان بوده عنوان استاد ورزش اوید به شهمات را دارد. سال 2017 در چمپیونات کشاد آسیا در قرقیزستان جای اول و در سال 2018 در بازی‌های آسیا در ازبکستان سزاوار جای دوم شده است. غالبیتش در مسابقات اخیر در روسیه از بزرگترین دستاوردهایش است. میگوید هدف گراسمیستر شدن را دارد.